15% کم شدن معاش در ماه январ اکثر آموزگاران مکتب‌های میانه کشور را ناراحت کرده است. آموزگاران برخی از مکتب‌های میانه شهر و ناحیه‌های تاجیکستان از آن شکایت می‌کنند که معاش آنها در ماه январ از 60 تا 300 سومانی کم پرداخت شده است. رهبران مکتب‌ها هم در پاسخ به سوال آموزگاران حیرت زده گفتند ماه январ خواننده‌ها در تعطیل بودند و کار آموزگاران هم زیاد نبود. از این رو پول علاوه‌ای که برای رهبری صنفی و تفتیش دفتر پرداخت می‌شد از معاش آنها بریده شد. آموزگار یک مکتب در ناحیه باختر ولایت ختلان که خود را معرفت ایوبова معرفی کرد میگوید معاشش در حال بریده شد که آنها این یک ماه برابر خواننده‌ها استراحت نکردند و کار می‌رفتند. وقتی کمی کودا ما رو به صنفی نکردیم گفته طلبا نبودن ما در سیلاوگی دادیم اونجا جدول زدگی. این آموزگار میگوید او و همکسبانش با معاش ناچیز خود به زور از ماه به ماه دیگر زندگی را پیش میبرند. گاه هم معاش خود را با درمانی میگیرند و در بسیار حالت تا معاش نوبتی قرض دار میشوند. به گفته همصحبت ما قبلا نوبسته به تعطیل معاش خود را پوره میگرفتند ولی حالا نمیدونند در کدام اساس و دستور معاش یک بار کم شد. مسئولین وزارت معارف و علم کشور میگویند طبق ترتیب نوی پرداخت مزد مهنت دیگر در موسم تعطیل به آموزگاران علاوه پولی داده نمی شود. آموزگاران در تاجیکستان در برابر معاش برای راهبری صنفی، تفتیش دفترها و اتاق فنی معاش علاوه‌ای میگیرند. فیروزه غنی و یک مسئول وزارت معارف و علم کشور روز 15 январ در صحبت با رادیوی آزادی گفت سال 2010 تعطیل پرداخت مزد مهنتی که پیشتر از سال 2010 تصدیق شده بودن در اونجا نبود. وقتی که سال 2017 از ماه مارس دستور و ترتیب پرداخت مزد مهنت نو با موافقه 4 تا وزارت اداره‌ها و تصدیق شد، البته این پوره داخل شدگیه که همون علاوه پولی که برای سنجش دفتر و راهبری صنفی و کابینت متدی داده میشد در ماه январ در دوره همون کانیکولی که میشد خود دو مرتبه در دوره زمستان و تابستان پرداخت کرده نمیشود. این مسئول وزارت معارف میگوید باید همه کارمندان سوهای معارف از این تغییرات آگاه باشند ولی آموزگاران ناراحت از کم شدن معاش یک ماهه‌شان در منطقه ها میگویند نوبسته به تعطیل آنها در ماه январ هم هر روز کار میرفتند و به بچه‌ها درس علاوه‌ای میدادند. سلیمه خان آموزگار فنی زبان از ناحیه رودکی میگوید به جای 900 سومانی این ماه 700 سومانی معاش گرفت. Presidente, buhalterman amishel kagiyam qajawabun noki amishel kimsel amishel kardagiyam. کاهش یافتن معاش به ویژه آموزگارانی را ناراحت کرده است که با دعوت مقامات به دلیل کمبودی آموزگار از یک ناحیه به ناحیه‌های دیگر برای کار رفتند و به قبل هر تنگه آنها در حساب است. آموزگاری در تاجیکستان از کسب‌هایی است که با وجود کار زیاد معاش ناچیز دارد. به آموزگاران عادی از حدوداً 500 تا 1800 سومانی یعنی حدی اکثر $200 معاش پرداخت می شود، اما برخی میگویند نه همیشه معاش خود را پوره به دست میگیرند. از مزد مهنتی آنها برای آبونه شدن به نشریه‌های رسمی یک دفعه از 100 سومانی یا بیشتر از آن مبلغ گرفته می شده. همچنین هر ماه از 4 تا 7 سومانی پول اعضا حقی گرفته می شود. از این قشر در برخی از مکتب‌ها در معرکه و چرابینی‌های دولتی هم پول جمع آوری می شود و یا از کمکشان استفاده می کنند. در برابر مساعده در تازگی شهر، آمادگی به جشن‌های بزرگ معمولا در معرکه‌های انتخاباتی هم هزارها آموزگار به حیث ناظر، تشکیلاتچی و رئیس عضو حوزه و قطعه‌های انتخاباتی شرکت می کنند. تعداد عمومی آموزگاران در مکتب‌های عالی و میانه کشور بیش از 100,000 گفته می شود. یک سبب اصلی پایین بودن صفت تعلیم در مکتب‌ها هم به معاش کمی آموزگاران نبود امتیازهای اجتماعی و هوسمندی آنها ربط داده می شود.